بود میگفتن قانون تصویب کردیم در مجلس تعلیق همکاری‌ها با آژانس. خب الان مجبورن دوباره هیئت آژانس رو بپذیرن. رجزاشون بی پشت و است، بعد ازش کوتاه میاد. عراقچی گفته یه حرف دیگه، گفته مکانیزم ماشه رو برای مردم زیادی بزرگ جلوه دادن. واقعیت اینه که مکانیزم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل بزرگه. حالا یه سیاستی در جمهوری اسلامی راه افتاده که تأثیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل رو کوچیک جلوه بدن. دارن میگن این تحریم‌ها به اشکال مختلف علیه ما بوده، حالا اگر تحریم‌های سازمان ملل برگرده اتفاق خاصی نمیفته. این دروغه. تحریم‌های سازمان ملل برگرده، تحریم‌های 193 کشور دنیا علیه ایرانه. دیگه تحریم‌های آمریکا و اروپا نیست. تحریم‌های 193 کشور، حتی چین و روسیه هم مجبورن دیگه اجراش کنن. بنابراین این حرفی که عراقچی داره میزنه حرف بیخودیه. مطمئن شدن که تحریم‌های سازمان ملل برمیگرده، میخوان بگن اهمیتی نداره. ولی به نظر من تو مهر ماه اگر تحریم‌های سازمان ملل شروع بشه، یه شوک بسیار بسیار جدی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.